امروز یه سوال دارم که به نظرم یکی از صادقانه ترین و در عین حال دردناکترین اعترافایی که تا به حال براتون خوندمه. یه خانمی نوشته که زندگی مشترکش از بیرون از هر نظر خوب بوده، ولی وسط همین زندگی خوب دلش واسه یه بخشی از خودش تنگ شده که فکر میکرد سالهاست گمش کرده. بذارید اول سوالش رو با هم بخونیم، بعد بریم سراغ تحلیلش. آقا مهرداد، من و همسرم رابطه خوبی داریم. یه پسر 16 ساله نازنینم داریم. مشکل مالی خاصی نداریم. هر دومون شاغلیم، کارمونم دوست داریم. دوستای خوبی داریم. همسرم تو کارش موفقه، خوش قیافه است، مهربونه، به خودش میرسه. با همه، حتی پدر و مادر من، خیلی خوب و دست و دل باز رفتار میکنه. اصلا زندگی بدی نداریم. اما من چند ماهی وارد یه رابطه خارج از ازدواج شدم. خودم هم میدونم این رابطه میتونه همه چیزی که سالها ساختم نابود کنه، ولی نمیتونم ازش دل بکنم. چند بارم سعی کردم تمومش کنم، اما باز دوباره برگشتم. چیزی که بیشتر گیجم کرده اینه که هرچی درباره ازدواجای مشکل دار میخونم، هیچ کدومش به زندگی من نمیخوره. من واقعا نمیفهمم چه کمبودی تو رابطه با شوهرم بوده که منو به این سمت کشونده. اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم چه اتفاقی برام افتاده و باید چی کار کنم. فقط میدونم نمیخوام به همسرم آسیب بزنم. اون اگه بفهمه داغون میشه. ازتون خواهش میکنم کمکم کنین این رابطه رو تموم کنم. یه سال دیگه هم دارم. اگه بتونم این رابطه رو برای همیشه تموم کنم، به نظرتون لازمه حقیقت رو به همسرم بگم یا نه؟ خب گوش دادید به این صدا و این وایس. این پرسش از اون سوالایی که جواب ساده و یک خطی نداره. وقتی ازدواج خوبه، رابطه صمیمیه و ظاهراً چیزی کم نیست، بازم ممکنه خیانت پیش بیاد. حتی توی رابطه های باز و روشن فکرانه، جایی که از قبل درباره رابطه با آدمای دیگه توافق و مرزبندی شده، بازم ممکنه خیانت پیش بیاد. حتی اینکه امروز آدما خیلی راحت‌تر از گذشته میتونن از یه رابطه بیرون بیان یا طلاق بگیرنم باعث نشده خیانت از بین بره. ماجرا خیلی پیچیده تر از اینه که بگیم آدما فقط وقتی خیانت میکنن که رابطهشون خوب نیست، حالشون بده. بذار یه جور دیگه بگم و چند تا زاویه رو با هم باز کنیم. زاویه اول، خیانت همیشه درباره رابطه نیست. یه وقتایی درباره خود آدمه. خیلی‌ها فکر میکنن خیانت فقط وقتی اتفاق میفته که چیزی تو ازدواج کم باشه. آره، تو خیلی از موارد رابطه خارج از ازدواج میتونه راهی واسه جبران یک کمبود توی زندگی مشترک باشه، اما صرف این که یه رابطه مشکلاتی داره لزوماً به این معنا نیست که اون مشکلات باعث خیانت میشن. من توی کارم بارها با آدمایی روبرو شدم شبیه همین خانم که بهم میگفتن من همسرمو دوست دارم، بهترین دوست همدیگه ایم، کنار هم خوشحالیم. بعد درست در ادامه همین جمله میگفتن اما دارم به همسرم خیانت میکنم. مثال واقعی ترش رو براتون بگم. یه زنی که با شرایطی شبیه این خانم داشت توی یکی از جلسات بهم گفتش فکر میکنم این ماجرا بیشتر از این که درباره ازدواجم باشه درباره خودمه. بهش گفتم خب بیا یکم از خودت برام بگو. چند لحظه مکث کرد و گفت من همیشه دختر خوبی بودم، شاگرد خوبی بودم تو مدرسه، همسر خوبی بودم، مادر خوبی بودم، همیشه وظیفه شناس بودم، همیشه شاگرد ممتاز بودم، همون کاری رو کردم که ازم انتظار میرفت. من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که همیشه یه باید بالا سرم بود. باید دختر خوبی باشی، باید اینجوری باشی، باید اونجوری باشی، باید درست انتخاب کنم، باید کسی رو ناراحت نکنم، باید طوری زندگی کنم که بقیه تاییدم کنن. در ادامه بهم گفت بیشتر از این که به این فکر کنم که خودم چی میخوام، درگیر این سوال بودم که بقیه از من چی میخوان.
هیچ وقت اهل مهمونی و شب نشینی و کارهای خارج از چارچوب نبودم. بعد از دانشگاهم با همون کسی ازدواج کردم که از همه نظرها انتخاب درستی بود و قابل قبول بود. ولی حالا یه سوال ولم نمیکنه. اگه یه روز دیگه نخوام اون دختر خوب و بی‌نقص باشم، بازم دوست داشته خواهم شد؟ دوستم دارن؟ و یه صدای دیگه هم توی سرم همزمان میگه آدمایی که همیشه این همه مراقب نبودن چه جور زندگی داشتن؟ آیا اونا اتفاقاتی رو تجربه کردن که من همیشه فقط به خاطر نبایدها از خودم نگرفتم؟ مشکل این خانم ازدواج بد نبود، بحران هویت بود. انگار سالها بخشایی از خودشو کنار گذاشته بود و حالا داشت دنبال فرصتی میگشت تا دوباره اون تیکه های گم شدهش رو پیدا کنه و کنار هم بچینه. براش خیانت بیشتر از این که درباره پیدا کردن یه آدم جدید باشه، تلاشی بود واسه پیدا کردن نسخه ای از خودش که مدتها گمش کرده بود. و این فقط درباره یک نفر نیست. واسه بعضی از آدما رابطه خارج از ازدواج تبدیل میشه به مسیری اشتباه اما پرقدرت برای تجربه دوباره خودشون، کشف بخش‌های فراموش شده و تلاش واسه تغییر و دگرگونی. اما بیاییم زاویه دوم رو بررسی کنیم. چرا حس زنده بودن اینقدر مهم میشه؟ بذار یکم ملموس‌تر برات توضیح بدم. من این جمله رو بارها از آدمایی شنیدم که بعد از خیانتشون بهم گفتن حس میکنم دوباره یه دختر دبیرستانی هم، یه پسر تازه متولد شدم که دوست پسر پیدا کرده، یا حالا اگه پسره که دوست دختر پیدا کرده. وقتی بیشتر از تجربهشون حرف میزنن معمولا یه چیزی رو مدام تکرار میکنن، اونم اینه که این رابطه براشون حال و هوای نوجوانی داره، هیجان، تازگی، قانون شکنی و حس دوباره کشف کردن خودشون. و بعد میرسن به جمله پرتکرار که من از آدمای خیانت کرده زیاد شنیدم. این رابطه باعث شد احساس کنم دوباره زنده‌ام. مشکل این خانم فقط مال ازدواجای بد نیست. توی ازدواجای خوب هم اتفاق میفته. آدمای بالغ و مسئولیت پذیر که رابطهشون واسه شون مهم بوده و واسه حفظش از هیچ تلاشی دریغ نکردن. یه روز مرزی رو رد میکنن که خودشون هم هیچ وقت فکر نمیکردن این کار از دستشون سر بزنه. ولی واقعا چرا بعضی از آدمایی که از زندگی مشترکشون راضی‌ان خیانت میکنن؟ فکر میکنم واسه یه عده از آدما رابطه خارج از ازدواج صرفاً پیدا کردن یه آدم تازه یا تجربه یه تعامل جنسی متفاوت نیست. تجربه یه حس رهاییه، دوباره زنده شدن و پیدا کردن بخش هایی از خودشونه که فکر میکنم مدت هاست گمش کردن. اما زاویه سوم چی میگه؟ فهمیدن یعنی توجیه کردن نیست. میدونم الان یه عده‌تون داریم با خودتون میگید خب مرداد اینا که میگی دگرگونی چیه؟ کشف دیگه چه صیغه‌ایه؟ خیانته. هر اسمی هم روش بذاری بازم بیرحمانه و خودخواهانه و فریبکارانه و آسیب زننده اثاره. کاملا درسته، من همه اینا رو میفهمم و هیچ وقت دنبال توجیه کردن خیانت نیستم. موضع من با خیانت روشنه. خیانت با هر دلیلی و با هر شکلی قابل دفاع نیست. من دنبال توجیه خیانت نیستم، دنبال فهمیدنشم. اگه بخوایم بفهمیم چرا بعضی آدم‌ها خیانت میکنن، باید از یک قدم جلوتر بریم و معنای اون رفتار رو بفهمیم. پس خاطرت باشه که داستان امروز ما درباره محکوم کردن خیانت نیست، درباره فهمیدن یکی از پیچیده ترین شکل‌های خیانتی که نه در دل یک ازدواج خراب و ناموفق، بلکه وسط یک زندگی مشترک رضایت بخش اتفاق میفته. خیلی وقتا آدم در رابطه خارج از ازدواج فقط دنبال یک معشوق تازه نیست، دنبال نسخه تازه‌ای از خودشه. و در خیلی از خیانت‌ها چیزی که اینقدر آدم رو مست و مجذوب میکنه اصلا اون شریک جدید نیست، خود تازه‌ای که آدم در اون آینه اون رابطه کشف میکنه. اما زاویه چهارم چی میگه؟ خیانت نکنیم، اونم با بهانه بخشیدن خودمون. البته یه نکته خیلی مهم رو اینجا نباید اشتباه بگیریم. قرار نیست واسه پیدا کردن بخش‌های گم شده خودمون خیانت کنیم.
خیانت یکی از راه‌های کشف خودمون نیست. اتفاقا یکی از پرهزینه ترین و آسیب زننده ترین راه‌هایی که بعضی آدما ناخواسته از طریقش با بخش‌های فراموش شده خودشون روبرو میشن. در زندگی یک زوج، یک رابطه با پارتنر، دوست دختر، دوست پسر، حالا هر چیزی، به جز بیماری و مرگ اتفاقهای بسیار کمی هن که بتونن به اندازه خیانت ویرانگر باشن. پس واسه اینکه بفهمی کجای زندگی خودت رو جا گذاشتی، لازم نیست اعتماد پارتنرت رو زخمی کنی یا یه رابطه رو به خطر بندازی. میشه خیلی قبلتر از رسیدن به این نقطه از خودمون بپرسیم من کجای این سالها خودم رو فراموش کردم؟ چه چیزایی رو فقط به خاطر بایدها و نبایدها زندگی نکردم؟ دارم واسه کدوم نسخه خودم تنگ شده؟ اما زاویه پنجم، اون آدم فقط آینه بود نه مقصد. ممکن الان فکر کنید چیزی که بین شما و این مرد شکل گرفته اسمش رابطه است، اما به نظرم در عمق ماجرا شما با بخشی از خودت روبرو شدی که سالها گمش کرده بودی. اون مرد بیشتر از این که مقصد این ماجرا باشه، واسطه‌ای بوده واسه رسیدن تو به اون بخش از خودت. شاید الان سخت باشه حرفم رو باور کنی، اما واسه نگه داشتن اون حسا دیگه لازم نیست خود رابطه رو نگه داری. میتونی این رابطه رو تموم کنی، ولی سرزندگی، جسارت، شور آزادی و هر چیز دیگه ای رو که در تو بیدار شده با خودت توی زندگی الانت با همسرت بیاری. تو قرار نیست با از دست دادن اون آدم دوباره خودت رو هم از دست بدی. زاویه ششم، حالا چیکار کنم؟ من اما درباره اون سوالت که حالا من باید چی کار کنم، فکر میکنم خودت جوابش رو میدونی. کار درست اینه که این رابطه رو تموم کنی. اما چیزی که ممکنه هنوز کامل متوجهش نشده باشی اینه که چیزی که از دست دادنش واسط اینقدر ترسناکه لزوما خود اون مرد نیست، بخشی از خودته که در کنار اون دوباره بیدار شده. و این نکته خیلی مهمه، چون باید بدونی اگه از این آدم دل بکنی قرار نیست اون بخش از خودت رو هم از دست بدی. زاویه هفتم چی میگه؟ گفتن یا نگفتن، سوالی که جواب ساده نداره. حالا شاید از من بپرسی آیا باید حقیقت رو به همسرت بگی یا این راز رو واسه همیشه پیش خودت نگه داری؟ من واسه این سوال جواب ساده ای ندارم. نمیدونم گفتن حقیقت توی شرایط فعلی چه اثری روی همسرت، روی رابطت و امکان ترمیمش میذاره. همونطور که گفتم نمیدونم اگه حقیقت گفته نشه میشه یه زندگی مشترک رو واسه همیشه روی همچین رازی ادامه داد یا نه. این تصمیمی نیستش که با یک بگو یا نگو یا جوابشو بدم یا ندم بتونیم راحت بهش بپردازیم. باید با دقت نگاه کرد. گفتن حقیقت قراره چه چیزی رو روشن کنه، چه چیزی رو خراب کنه؟ آیا هدفش واقعا ترمیم رابطه است یا فقط سبک کردن بار عذاب وجدان؟ من قطعا فریبکاری رو تایید نمی کنم، اما در این حال بارها دیدم اعترافایی که بدون فکر، بدون آمادگی و صرفا واسه سبک کردن عذاب وجدان انجام شدن به جای ترمیم آسیب بیشتری ایجاد کردن. و این مسئله به خودت و شرایطی که الان توشی برمیگرده که گفتنش میتونه شرایط رو بهتر کنه یا نه. جنبندی: چطور بدون ویران کردن دوباره پیدا بشیم؟ در انتها لازم از خودت بپرسی چطور میتونم بدون ویران کردن چیزی که سالها ساختم خودم رو هم دوباره به زندگی برگردونم؟ چطور میتونم همسر باشم، مادر باشم، آدم مسئول و قابل اعتمادی باشم، اما در کنارش هنوز زنی باشم که دلش هیجان میخواد، آزادی میخواد، تجربه میخواد و میخواد احساس کنه زنده است. مهمترین چیزی که باید از این ماجرا بفهمی اینه که برای پیدا کردن خودت لازم نیست زندگیت رو خراب کنی. بعضی آدم‌ها وارد زندگی ما میشن و حسی رو توی ما بیدار میکنن که سالها خواب بوده، اما قرار نیست هر کسی که ما رو بیدار کرد تا آخر راه کنارمون بمونه. گاهی سهم یک آدم از زندگی ما فقط همینه که چراغ اتاقی رو روشن کنه که مدتها فراموش کرده بودیم وجود داره. بعد از اون موندن تو اون اتاق و روشن نگه داشتنش دیگه مسئولیت خودمونه.
پس با اون مرد واسه همیشه خداحافظی کن، یه بای بای کن و قال قضیه رو بکن. اما اون زنی که در کنار اون دوباره پیداش کردی رو نه، اون رو همراه خودت ببر. نظرت راجع به این داستانا و این حواشی چیه؟ فکر میکنی کار درست چیه؟ به نظرت گفتن حقیقت میتونه اوضاع رو بهتر کنه یا نه؟ حتما برام کامنت کنید تا با هم راجبش بحث کنیم. اگه این ویدیو به دردت خورد حتما لایک کن و واسه دوستات هم بفرست، شاید خب به دردشون بخوره، اطرافیانتون همین الان به این حرف شاید نیاز داشته باشه. من مهردادم و ممنون که تا اینجا همراه هم بودید تا داستان و حواشی و حاشیه بعدی. بدرود، خدا نگهدار.